خوبم، امروز اومدم پیشتون که با هم دیگه استارت لاغری تا عیدو بزنیم. بچه ها، میخوام بهتون یه رژیم خوب معرفی کنم که تو این رژیم بدنتون حسابی میفته رو دور چربی سوزی و کلی سمزدایی از بدنتون میکنه. تو این رژیم که 7 روزه اول باید شروع کنید نوشیدنیایی که گاز دارن رو کلا بذارید کنار، انواع لوبیا حذف و یه سوپی رو باید توی این رژیم توی 7 روزش داشته باشید. این سوپ حاوی پیاز، کلم، از هر کلمی که میخواید میتونید استفاده کنید، فلفل دلمه‌ای، جعفری و ساقه کرفس. میتونید اینا رو بپزید و میکسشون کنید. این سوپ رو تو یخچال میتونید 2 روز نگه دارید. پس سعی کنید یه مقدار بیشتر درست کنید که نخواهید هر روز این کار رو انجام بدید. 2 روز تا 3 روز میتونید توی یخچال نگهش دارید. اینا رو بعد از اینکه پختش میکسش کنید کاملا که نرم بشه. روزی میتونید 2 تا 3 کاسه ازش میل کنید. تو این رژیم تو روز اول شما مجازید هر میوه‌ای که دوست دارید رو بخورید، به اضافه این سوپی که بهتون یاد دادم. پس میتونید میوه استفاده کنید به غیر از موز، چون موز نشاسته زیادی داره. میتونید هر میوه‌ای که دوست دارید استفاده کنید. سعی کنید از میوه‌های آبدار بیشتر استفاده کنید. یه اصل توی این رژیم هست که حتما باید 8 تا 12 تا لیوان در روز آب میل کنید، وگرنه چربی سوزی کافی رو نخواهید داشت. دوستای خوبم، تو 3 روز اول این رژیم کاملا ورزش رو بذارید کنار. خبر خوبی بود نه؟ آره میدونم. تو 3 روز اول کلا ورزش رو بذارید کنار تا بریم روز دوم. تو روز دوم میتونید از انواع سبزیجات استفاده کنید، سبزیجات خام یا پخته. از هر مدل سبزی میتونید استفاده کنید به غیر از سیب زمینی. پس سیب زمینی ممنوعه تو روز دوم. دوستای خوبم، تو روز سوم میتونید ترکیب روز اول و دوم رو استفاده کنید، یعنی میوه و سبزیجات رو میل کنید، ولی بازم موز و سیب زمینی ممنوعه. اینو در نظر بگیرید. توی این روزا میتونید 2 تا 3 کاسه از اون سوپی که بهتون معرفی کردم رو میل کنید. تو روز چهارم روز شیر و موزه، میتونید 4 تا 6 تا موز استفاده کنید، میتونید 2 تا 3 لیتر شیر استفاده کنید. توی این روز فقط میتونید موز و شیر استفاده کنید علاوه بر سوپ. روز پنجم و ششم شبیه همه. توی روز پنجم و ششم میتونید از پروتئین استفاده کنید. 200 تا 300 گرم گوشت قرمز یا گوشت سفید میتونید استفاده کنید. باز هم سیب زمینی ممنوعه تو این روزا. بچه ها میتونید برای تنوع تو روز پنجم مثلا گوشت قرمز استفاده کنید، تو روز ششم از گوشت سفید استفاده کنید یا برعکس. برای کسایی هم که گیاهخوارن و گوشت استفاده نمی کنن، برنج قهوه‌ای یا لبنیات کم چرب رو توصیه میکنم که میتونید استفاده کنید. توی این روزا آزاده استفاده کردن از اینا. تو روز هفتم شما میتونید یک کمی برنج بخورید همراه با گوشتی که مصرف میکنید، ولی برنجتون سعی کنید برنج قهوه‌ای باشه و همچنان سیب زمینی از این رژیم حذفه. این رژیم رو توی این 7 روز انجام بدید و بعد شروع میکنیم رژیم رو عوض میکنیم که سوخت و ساز بدن شما اون موقع در اوج خودش قرار داره. با من همراه باشید. دوستای خوبم، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که تا عید حسابی به اندام ایدئالتون برسید و تنتون سالم باشه. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.